سلام علیکم دوستان عزیز، بینندگان کانال یوتیوب دکتر طاهری. امروز در شهر کرمان یادبود ابو عبدالله رودکی تشکیل کرده ایستادم. من اینجا بینید زیاد هم شاعر و نویسنده و موسیقیدان و طبیبان و ادیبان و همه اینها جمع شدن که یادبود گذارند، صحبت کنند، از یکدیگر بهره برند. این جلسه ها باید آینده در تاریخستان زیادتر شده باشد. به نام نقشبند صفحه خاک، هزار افروز مهرویان افلاک. درود بر شما دوستان جان. درود. امروز در این روز زیبا، در شب جمعه، اولین جمعه ماه رجب، لیلة الرغائب، شب آرزوها، و همچنین در روز میلاد حضرت مسیح علیه السلام، و همچنین در روز بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی، و در این آغازین روزهای فصل الحمدلله پرباران و پربرف زمستان، اینجا در این عمارت زیبای گلناردو گرد هم جمع اومدیم و افتخار دارم که من و خانم مهندس غلام حسین زاده عزیز میزبان شما عزیزان هستیم. به افتخار خودتون. این جمع فرهیخته فرهنگ دوست همه یا استاد دانشگاه هستند، یا پژوهشگر، و یا نویسنده و شاعر و هنرمند در هنرهای مختلف هستند. و امروز افتخار داریم که در جمع ما مهمانانی هستند که انشاءالله این خانم دکترا به جمع ما از این بعد اضافه میشن. خانم دکتر هاله تاج‌الدینی و خانم کمالی و خانم خزانه ها و خانم بخشی، متخصصین طب سنتی هستن. البته خانم خزانه ها دکترای هوش مصنوعی دارن. اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستن. خوشحالم که در خدمتشون هستیم. ایشالا از این بعد از این جمع زیاد میشنویم تو گروه خودمون، کارگروه گردشگری خوراک استان کرمان انشاءالله. و باعث افتخار من هست که چهره ماندگار انرژی درمانی، درمانگری و طب سنتی تاجیکستان در خدمتشون هستیم، جناب استاد آقای دکتر ملا ظهور طاهری بزرگوار. و زیبایی ماجرا میدونین چیه؟ ایشون از ولایت نزدیک به جناب رودکی هستن و این خیلی قشنگه. در روز رودکی ما هم ولایتی رودکی عزیز رو کنار خودمون داریم. به افتخار رودکی و جناب رودکی. و همچنین البته ایشون خودشون استاد هستن، اما خودشون شاگرد جناب آقای دکتر طاهری، خودمون میگیم طاهری. درود بر شما، خیلی خوش اومدید آقای وزیر. بفرمایید. آقای دکتر بختیار شاه‌اف، متخصص ستون فقرات هستند و با انرژی درمانی ستون فقرات و دیسک کمر و دردهای مفاصل رو درمان میکنن. و کاش که مغز ما رو هم درمان میکردن. بسیار خرسند هستم از حضورتون. انشاءالله که همیشه شاد باشین. دوستان میتونین در یوتیوب آقای دکتر طاهری و آقای دکتر بختیار این چند روزی که در ایران بودن، ببینید در کرمان بودن، ویدیوها رو ببینین و ببینین کجاها رفتن. ما از صبح رفتیم اول آتشکده، خود آتشکده و موزه زرتشتیان، بعد رفتیم نبکا، خانه پورسانی، بعد رفتیم خانه خاطبی رو دیدیم، و
بعد اومدیم باغ شاهزاده که بسیار خوششون اومد، به ویژه آقای دکتر که انرژی درمانی کار میکنن. خیلی از اون هوا و از اون هوای خوب، طبیعت زیبا، درختها و اون آب مخصوصا گفتن اصلا آب درمانی خودش یک نوع روش درمانی است و بسیار خوشحال بودن از اینکه اومدن اونجا و یه حال خوب بهشون داد. بعد دیگه رفتیم شاه نعمت الله که دیگه اصلا خیلی حس خوب گرفتن و بعد بگیم کجا بردمشون؟ شیخ عبدالسلام. شما نمیدونید چقدر خوششون اومده بود که چقدر آرامش داره. و ببینید اینا همه پتانسیل‌های گردشگری کرمان هست و انشاءالله آقای دکتر چون در طب سنتی کار میکنن ما بتونیم مراوداتی داشته باشیم. ایشون یک سلامتکده چند هکتاری در همون روستای خودشون در دره زرافشان دارن، در نزدیکی های خوجند در ولایت عینی و اونجا درمان های مختلف انجام میدن، یعنی به اصطلاح خودمون گردشگری تندرستی دارن و انشاءالله ما هم با کمک خانم دکترای عزیز این کار رو ما تو کرمان بتونیم انجام بدیم و مخصوصا از گیاهان داروییمون بهره ببریم و خودش یک گردشگری بشه، یعنی گردشگری خوراک، گردشگری کشاورزی، گردشگری پزشکی، سلامتی، تندرستی، بتونیم این کارا رو انجام بدیم. آقای لنگری هم از میراث فرهنگی ما در خدمتشون هستیم. انشاءالله خانم دکتر با کمک میراث فرهنگی بتونیم این کارا رو انجام بدیم. آقای حمزه پور هم متاسفانه این ویروسه رو گرفتن و عذرخواهی کردن و گفتن که اگه زنده موندم در برنامه بعدی در خدمتتون خواهم بود. منتظر خانم دکتر فدای قطبی هم از اتاق بازرگانی هستیم که اشاره تشریف بیارن. دوستانی که اومدن قدم بر چشم من نهادن. در روز رودکی میشینیم پای صحبت همولایتی ابو عبدالله رودکی، پدر شعر فارسی که 1000 سال پیش حتی نقل هست که 1,000,000 بیت شعر داشته، اما ما الان حدود 1000 بیت بیشتر ازشون نداریم و یادشون رو گرامی می‌داریم چون ایشون باعث شدن که زبان فارسی به این اوج رسید و همیشه در ادبیات فارسی، یعنی در خیلی از قالب‌های شعری، موضوعات شعری، رودکی جز اولین ها هستن. یعنی هر قالب شعری رو که میگی اولینش رو رودکی سروده. به افتخار خودتون رودکی و مهمانان